جو بایدن روز چهارشنبه با ورود به این تالار کاخ سفید گزارش‌ها درباره کمک‌های نوی نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. امروز اعلان میکنم که ایالات متحده با اوکراین 31 تانک ابرامس میفرستد. این اقدام را وزیر دفاع آستین توصیه داده است، زیرا توانایی اوکراین را برای دفاع از خود و رسیدن به هدف‌های استراتژیک خود افزایش می‌دهد. اظهارات بایدن چند ساعت بعد از آن صدا داد که صدر اعظم آلمان اولاف شولز گفت برلین به اوکراین 14 تانک لئوپارد 2 می‌دهد. اکنون کشورهای دیگر اروپایی هم این کار را کرده می‌توانند. اوکراین، لهستان و کشورهای ساحل بالتیک اظهارات شولز را دیرباز منتظر بودند. صدر اعظم آلمان گفت برلین از اوکراین پشتیبانی می‌کند، اما این زمان نمی‌خواهد روسیه را تحریک دهد. ما باید آشکار بگوییم هر آنچه برای حمایت اوکراین ضرور است میکنیم، اما در عین زمان از اوج گرفتن جنگ بین روسیه و ناتو پیشگیری میکنیم. همیشه این اصول را رعایت میکنیم. بایدن با شولز به خاطر اقدام برلین در برابر اوکراین اظهار سپاس کرد. پرزیدنت آمریکا گفت مقصد از دادن تانک‌ها کمک به اوکراین برای دفاع از خاکش است. اینجا هیچ گونه تهدیدی تهاجم بر روسیه نیست. اگر سربازان روس به روسیه برگردند، در آن جایی خواهند بود که به خودشان تعلق دارد. جنگ همان روز تمام خواهد شد، چیزی که همه ما می‌خواهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مدت‌ها باز از همپیمان‌های غربیش می‌خواست به آنها تانک بدهند، اما گپ درباره 10 یا 15 تانک نمی‌رود. کیف با تقریباً 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی میگویند شمار تانک‌هایی که کشورهای همپیمان تا این دم فرستادنش را وعده دادند به 90 می‌رسد. تصمیم آمریکا و آلمان و همپیمان‌های دیگر اوکراین را در مسکو خوش نپذیرفتند. وزارت کارهای خارجه اوکراین این کار را خطرناک نامید و گفت که این نزاع را بیشتر خواهد کرد و کم نه.